صندوقچه زلبیو ای کمپیری حسنورو. بله، من تو حال از برکت همون صندوقچه سحرناکی مومه حسنورو زندگی دارم و از خیر و برکت اون نصف عالم رو هم دیدم و به همه امید و آرزوهانی رسیدم. 4 ساله بودم که با آغوش پر از مهر و محبتش به استقبالم آمد و مرا با محبت خاصه تا به کمالات رساند. تعلیم فرشته خویی، احیای سنت‌های عنعنوی باعث گشتند که من به چه کاری دست زدم برکت یافتم. کدام وقتی شوخی کنان از او میپرسیدم که دولت چیست یا چطور و سرمایه دست بیابیم، تبسم میکرد و به همون لحن زیبای عاشقانه یگان معطله، یگان شعرگونه، یگان غزل را میخواند و گمان میکنم او حتی شاهنامه را میدونست. مثنوی معنوی را پیشنهاد میکرد و آنچنان با یک لحن شیرین و تأثیرناکی که در 70 سالگی هم آن را به یاد آورده دل من امروز هم گم میزند. بالینم زمین باشد و یارم نازنین باشد میگفت و همون آستینی کشادی فراخ و فاخی بابای مومگی را های داده ایلوه میکرد. آستینم گدا باشه و دیلکم بجا باشه. گمان میکنم در هر دیه، در هر محله، در هر کوچه و حتی در هر خانه چنین کمپیرای فرشته خوب بودند که ما با رسالت عنعنوی اجدادی به کمال رسیدیم و با محبت خاصه به هم آمدن ها. مثالش همون ایجاد ماندگار استاد روانشاد بازار صابر که کمپیر نزاکت را به یاد می آورد. یاد دارم این عمارت خانقاه کهنه بود، دین من 10 ساله و این خانه چمچک خانه بود. این زمان در گاوگوم یاد من بار دیگر سورگردانی کمپیری نزاکت را نگر. کور خطا میکند مالی به صحرا مانده را، گوی میچیند خیالاً دانه افتاده را. وقتی کمپیری حسنورو به استقبال من آمد که من همگی 4 سال داشتم و او کمپیر نبود، او جوانزنی بسیار زیبا و دلکشی بود که زندگی او را کلی اطرافیان آرزو میکردند و من مادر خود را یاد ندارم. برای همین گمان میکنم که مرا در اویله او قدر خوش نداشتند، چون سرخوری که بعد تولید من مادر به بیماری گرفتار شد و در 4 سالگی من از عالم گذشت و او را عموما یاد ندارم و در آغوش کمپیری حسنورو به وایه رسیدم با تمامی همون ارکگی پر از محبت کمپیری حسنورو که به یگان کس امکانیتی نمیداد که به من حتی سخت دغل نگاه کند و به پرواز سر داد و به پای قدم همون صندوقچه سحرناک او من نصف عالم رو دیدم. تمامی سیر و اسرار دنیا رو آموختم و بال و پرک شده 50 سال باز نصیحت و وصیت او را کتابت میکنم و به اطرافیان پیشنهاد ساختنی میشوم. ولی متاسفانه دوره های آخر مردم از کتاب دور افتاده، خاصه جوانان و نورسان دیگر نمیخوانند و من عزم کردم که نصیحت و وصیت او را به زمان موافق پیشکش شما همزبانی دور و نزدیک بگردانم. با من بیایید
و از خیر و برکت صندوقچه سحرناک مامی حسن آرا شما نیز برخوردار باشید.